بچه های من مایی بستن این نان خوردن نمیتا دادن سه قاشق سیر میکنیم. امروز چقدر فروختی؟ چی نفروختی؟ هیچ؟ چقدر وقت تکلیف داری؟ چطور هستی؟ خوب هستی؟ چی میفروشی؟ پودر صابون. پودر و صابون؟ خوب میکنی والا. ها؟ امروز چقدر فروختی؟ چی نفروختی؟ هیچ؟ چرا؟ نفروختی دیگه. نه این اینجاش کم است. یک صابون برویم خلاص. خب؟ از این نفروختی؟ اینا چند است؟ 20 روپه. یا چنده؟ 20 روپه. دانه 20 روپه. خیلی سرمایه داری دیگه. ها؟ چه کنم دیگه؟ خانه کجاست؟ خانه با رئیس. در باغ رئیس؟ ها. خانه است خودت؟ نه. کرا میتی؟ 5 روپه. اولادات؟ اولاد جواز. چیست؟ اولاد که نیست. خودت هم روی کی میباشی؟ من بایدم خواست. بگی حساب کن. 25 دانه رو پرتو. ما میپرتم بگی. یک، ای دو، ای سه، ای چار، ای پنج شش، ای هفت هشت، ای نو، ای 11، ای 13، ای 15، ای 17، ای 19، این 20، 21، 22، 23، 24، 25. چند شد پیسه؟ 500. قبول؟ قبول برام. خب یک بگی ای دو ای سه ای چار ای پنج ای شش ای هفت ای هشت ای نو ای 10 ای 11. خب دیگه پلاستیک بگی پیسه چی؟ پیسه سودای ما در مسیر را آمدیم یعنی جوان سره را پیدا کردیم به خاطر پیدا کردن لقمه نان مصروف کاری هست که مارکت نداره در بازار سودا نیست اما مجبور است باید به هر قیمتی که میشه در خانه یک لقمه نان ببره مجموع سرمایه ازی 1000 هم نمیشد 920 افغانی بود اما برای که ما ایره کمک کرده باشیم ایره توانمند ساخته باشیم سودایش گرفتیم و او سودا را برای فقرا میدیم و این آدم کمک میکنیم که بیشتر از این سودا بگیره سودای بیشتر بگیره این پول سودایت این یک این دو این سه این 4 5 دیگه هم برات دادم صحیح شد؟ صحیح شد؟ صحت چطوره؟ اندر خانه دیگه کی زندگی میکنه؟ ایجا پدرش کار چشمش نمیبینه دادانه بچه مریض دارم نانوری خانه ندارم خودم کراچیگر دارم میبینم خب چی نداری؟ مردی خانه نیست؟ نه دیگه کو دقیقا کو کار کو خانه شوهرم هست شوهرم چشمش نمیبینه چشمش نمیبینه؟ چشمش گوشت زیادی داره مترهم بود نمیمانیم کدام کنه نزده نکشه ما چی بلا کنیم با گوشت زیادی داره خب عملیات میشه پیسه نباشه چی کنیم ویسی پیسه خونی کار میکنی دیگه حالی چقدر سوداست دی کراچی؟ ها؟ 1000 پس؟ نه با من دقیق بگو که چقدر است ما سودای تکلش میخرم 1000 نه چقدر است خب بگو ما چقدر است 2000 هست نه تو نمیشه دانه 20 روپیه این میاد نه 20 روپیه در کل بازار 20 روپیه نسبم تر شد بارش با بگو دروی اینا قیمتایش بگو 30 روپیه ما میخرم نه 20 روپیه در بازار 10 روپیه من دیگه کایش است 20 روپیه میخریم 30 میفروشیم 40 میفروشیم خب فهمیدم اینا در هفته ها نمیتونی فروخته من همین لحظه میخرم 1000 کنم خانه در کجاست نواباد سناتوریا لبی سرک از کوچه از کجاست اول نمبای نه دویم نمبای دستی چپ غلط ده بچه مرا برای ببینی دلاد میسوزه که نگه در آمده اکساس همیشان بگو مادر فرینت که تو زندگی کردن این تا بچه های من مایی بستن این نان خوردن نمیتا دادن سه قاشق سیر میکنیم تارت چه خوارزاداش میتا بیا بده چطور برم ببینم 1000 بیا بریم ببینیم اما شکلی که
به او برادر ما، به او کسب کاری که مصروف کارهای بسیار کوچک بود موادش خریدیم که تا او را برای فقرا و مستحقین بتیم و او متعلق بود به او برادر تاجیک ما که در ایتالیا زندگی میکنه، نامش هم عبدالرحمن جان است و او لطف کرده بود این مقدار پول روان کرده بود تا ما اشخاصی واجد شرایط پیدا بکنیم. به او برادر ما او کمکی که لازم بود تا سطح سرمایش بره بالا و کار انجام دادیم که خود در پهلوی از بسیار مستحق بود و با او مادری که مصاحبه کردیم فرزندایش در حالت بیچارگی به سر میبره. میخوایم که عملا فرزندایش رو ببینیم. آمدیم به خانهش ببینیم که حقیقت موضوع از چه قرار است. شما با ما همراه باشین. سلام، چطور هستی بچیم؟ صحتت چطور است؟ جور بخیر؟ راه رفتن نمیتونی بچیم؟ چرا؟ راه رفتن نمیتونی جانی کاکاش؟ نام چی است؟ نوید جان؟ ای نام خدا، نام خود جوان قند بچه هستی خود تو. ولی ایش راه رفتن نمیشه؟ پایت از اینجا تکلیف داره؟ از اینجا؟ نمیشه؟ تو چطور هستی؟ صحتت چطور است؟ نامت چی است؟ خالد جان. این نوید جان. خب چقدر وقت شده تکلیف داری؟ 2 سال شد. 2 سال پیش از او چطور بود؟ خب مکتب میخوندم، 4 سال مکتب رفتم. خب باز بعد از او کم کم مریضیم شد. نفهمیدی دلیلش چی بوده؟ حیف. خودت چطور نوید جان؟ از سابق بود؟ پولیو بوده؟ خب بیا خیر، خدا مهربان است، خدا مهربان است. جای تا نام خدا اینه خوب است. از خود است جای؟ نه کرای. او کاری را که مادرت انجام میده خرج شما را میکشه؟ خوب است دیگه، بد نیست. گزاره میشه؟ بله. پول کرا میبره؟ اکام ما دیگه دستمون نمیرسه اکام. باز وقتی انگور شما ما بیم انگور میتی؟ مشکل نه. ها؟ مشکل نه. نه راستی؟ نوید جان انگور میتی؟ ها؟ او چطور است اینجا؟ او داره؟ خب بیا، خدا مهربان است، خدا بزرگ است. ما اونجا همراه مادر دیدم در لب سرک. بازو گفت که اولادای من اینمو تو هست. باز من گفتم عملا باید بیایم ببینم از نزدیک. عیادت یک مریض در پالیوزی که برای کمک کردن آدم میره ثواب هم داره. آمدیم اینو خوب شد، یک معرفت پیدا شد، آشنام شدیم. خدا مهربان است انشاءالله. الله بزرگ است. الله که درد میته باز درمانش هم غمش میخوره. توجه شدی؟ هیچ چرت نزن بچیم. ولی تو یک دفعه اجازه بخیز که میتونی؟ نمیتونم. هیچ نمیشه. پایت دراز کن. اینش فعلا نمیشه، ایش صحیح اوش نانم خورده نمیتونه، نانم شده دستایت نمیشه؟ ایش صحیح میشه بود قشنگ. بیا خیر، خدا بزرگ است. زیاد پیسه از بچیم یک چیزی میشه در این نزدیکی. خدا بزرگ است.